سلام دوستان، من علی توران هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. خیلی خوشحالم که امروز این ویدیو رو دارم رکورد میکنم، چون تنها کاری که به نظرم از دستم برمیاد همینه و به نظر من باید همگی دست به دست هم بدیم و حمایتگر کسایی باشیم که واقعا برای ما حتی کوچیک هم شده بزرگ هم شده یا به هر نحوی از طریق استعدادی که داره حمایتگر مردم بوده، پشت مردم بوده باشه. یکی از اونها شروین حاجی پوره که واقعا میتونم بگم جزو خواننده های خیلی با استعداد دوستان. من که به شخص با آهنگاش واقعا میتونم بگم خیلی حال میکنم، خیلی دوست دارم. خواننده واقعا با استعدادی ولی متاسفانه خیلی کم نوتوی شده در حقش. اونطوری که باید شایسته ایشون بود ما واقعا حمایت نکردیم. به نظرم بعضی از کسایی که قدرت دستشون داشتن خب میتونستن بعضی از کاری بکنن. حالا کاری با اینها نداریم، ولی آهنگ جدیدش که به نظرم حرف کامل دل آقای شروین حاجی پوره و حرف خیلی از کسایی که تو شرایط تقریبا میتونم شروین حاجی پور هستش. میتونم بگم واقعا جز افتخارات ایرانن. واقعا این پسر با استعداد که اولین جایزه میتونم بگم گرمی که یک ایرانی دریافت کرد خب شروین حاجی پور بود. اولین ایرانی که تونست تو کل سطح جهان آهنگ ایرانی رو به معنا برسونه. من باید بهشون افتخار کرد. کاری که از دست من برمیاد با این کانال کوچیکی دارم. دوستان خیلی ممنونم از کسایی که حمایت کردن تا این چند روز، سابس کردن و خب کامنت های خوب نوشتن، انرژی دادن. لطفاً حمایت بکنیم، سعی بکنیم که خانواده‌مون رو بزرگ بکنیم و بتونیم تاثیرات مثبتی رو بذاریم، بتونیم کارهای خیلی خفنی بکنیم که قراره کار خفنی هم بیاد دوستان. خب بدون معطلی بریم که در واقع این آهنگ رو گوش بدیم و خب نظرمونم در موردش بگیم دیگه. البته این نظر حرفه‌ای نیست دوستان، نظر شخصی خودمه و گفتم خواننده خیلی قابلیه. اصلا نمیتونم در موردش حرف بزنم چون خیلی سطحش بالاست، خیلی فوق‌العاده است و خیلی خوشحالم که الان این ویدیو رو قرار ضبط بکنم و اینکه بتونیم این آهنگ رو گوش بدیم و لذت ببریم. من اون عاشقانم که هیچ آشنا نداشت، که سند نذاشتم توی پاسکا براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هر کی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که من اونم که گذاشتین یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه. اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدین رو به حالش. من اونم که مامانو تنها نذاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همتون برین این آشقال میمونه شهر رو بسازه. ازم نخواه برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست و سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخواه برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست و سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. واقعا میتونم بگم صداش اوکیه، همه چیش اوکیه، استعداد پر، اصلا ساخته شده واسه این کار. ولی متاسفانه با این وضعیتی که خب پیش اومده خیلی میدونین خیلی داره اذیت میشه. امیدوارم هرچه زودتر این وضعیت واسش تمام بشه و پرقدرت برگرده. واقعا این پتانسیل رو داره برگرده و پرقدرت هم برگرده، نه تو یوتیوب و دیگه اینستا ببینیمش، واقعا دیگه بره رو استیج کنسرت بذاره و بریم باش حال بکنیم. واقعا جزو خواننده‌ای که به نظر من جزو خواننده‌ای که واقعا میتونم بگم من به شخصه که
کنسرت اینا شاید زیاد نمیرم، ولی به خاطر این شخص واقعا میرم. در این حد آهنگاش خوبه، صداش خوبه، بدون هیچ گونه دستکاری، واقعا صداش معشره بدون استفاده از هیچی، یعنی صدای خالص واقعا رویایی داره به نظرم و جزو کسایی که خیلی عاشقشم. من خودم خیلی طرفدارشم از که کار کرده و الانم که خب خودم شروع به کار یوتیوب کردم، واقعا افتخار میکنم که جزو افرادی هستم که با این آهنگم ویدیو دارم و جزو سابقه کاریم حساب میشه. در واقع خیلی خوشم میاد. البته کپی رایت تو 100% میخوریم، ولی واقعا ارزش داره به خاطر آقای حاجی پور و جزو افتخارات ایرانه. خیلی دوست داریم دوستان. ببخشید اگه ویدیو مقدار طولانی شد، زیاد حرف زدم، خیلی شرمنده، اما خب خودتون میدونین لایک و سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن هم اصلا از یوتیوب نره دوستان، و حمایت بکنین. خانواده‌مون در حال بزرگ شدنه و بتونیم کاری خوب بکنیم. و نظریم در مورد این آهنگ دادن بچه حرفه‌ای نیست، حرفه‌ای هم اصلا نخواهد بود چون کارم تو این حوزه نیست، ولی اما خیلی دوست داشتم در مورد این در واقع آهنگ ریاکشن داشته باشیم، یه توضیحاتی بدیم. خیلی خوشحالم و خیلی تشکر میکنم ازتون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم دوستان.